و اذا عملته کن خائفا من عدم قبوله. وقتی که عمل کردی، عمل صالح را کردی، بترس از آن که مبادا الله سبحانه و تعالی قبول نکرده نماند، از قبول نشدنش ترس. چون که قبول نشد چه فایده؟ 30 روز 18 ساعتی در گرما از خوردن و نوشیدن و از علاقه خودداری میکنید و قبول نمیشد، یگان ذره ثواب ندارد. چه فایده از این عمل؟ بنابراین بنده باید ترسد از قبول نشدن و حرکت کند که عملهاش قبول شود. یا عملی صالح کردید، از جمله اشتراک به درس. اشتراک به درس این عملی صالح است و بهترین عملی صالح است. و چی باید کرد که همین قبول شود در نزد الله تعالی؟ بعضی علمای سلف میگفتن که اگر من دانم که یک عملم به درگاه الله تعالی قبول شده است، من به همون عمل تکیه میکنم. یعنی به امید همون عمل میشم. لیکن از کجا میدونید که عملتون قبول شد یا نه؟ بنابراین میترسیدن. بل یبقى الخوف من عدم قبوله معلقا. بنده صالح همیشه خوف در قلبش آویزان باقی میماند، میترسد که الله سبحانه و تعالی قبول نکرده نماند. یقول سبحانه ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكون امة هي اربى من امة انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. در این آیت الله سبحانه و تعالی ما را نهی میکند که مانند اون زن نباشیم. یا زن در مکه که الله تعالی اشاره به اون زن میکند، گفت که شما مانند اون زن نشوید. ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها. شما نشوید مانند اون زنی که بافته خود را میشکست من بعد قوة انکاثا، بعد اینکه با مهنت عرق جبین و با قوت محکم آن را به اتمام میرسانید. یا زن در مکه لباس میبافته است، با 2 سوزن دراز با ریسمان ها لباس میبافته است و این یعنی کاری سبک نیست. اون نازکی ها دارد، باید اهمیت دهد. و وقتی که مثلا یک لباس را بافته پر را به آخر رسانید، محکم شد، 100% تیار شد، بعد با گشته کشاده میپرتافت است، عمل خودش بیکار میکرده است. شما مانند اون زن نشوید. یعنی این دلالت به بیعقلی و کم عقلی میکند. اون هنر داشته است. هر کی این هنر را ندارد، او وقت صرف میکند، شاید در مدت 1 هفته تا شاید در مدت 2 روز ساعتهای زیاد به این عمل صرف میکند. لیکن وقتی که به آخر رسانید، وقتی که محکم شد، بتون شد، 100% شد، گرفته کشاده میپرتافت است. شما مانند آن زن نشوید. گفت یعنی مراد چی؟ مراد عملی صالح اجرا میکنید و عملی خودتان با فخر و کبر و ریای و سمعه و با ذکر آن و با تعریف کردن خود و فلا تزکوا انفسکم، خودتون تعریف نکنید. هو اعلم بمن اتقى، الله داناتر است به کسی به تقوا هست یا نه. خودتون تعریف نکنید، عملهای صالح خود را در نزد مردم ذکر نکنید. و روى الامام احمد و الترمذی ان ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها قالت یا رسول الله والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون هو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وهو يخاف الله عز وجل. در مسند امام احمد و سنن ترمذی آمده است که حضرت مادر مومن ها عایشه صدیقه بنت ابی بکر صدیق رضی الله عنها و ارضاها گفتند که یا رسول الله، آیتی که الله تعالی میگوید که والذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم وجله، آنهایی که این عملهای را اجرا میکنند و دلهاشون در ترس است. الله تعالی میگوید بعضی آدمها بعضی عملها را اجرا میکنند ولی قلبهای آنها در ترس است. و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون، و آنها به سوی پروردگار بازگردنده هستند. عمل را اجرا میکردند و میترسیدند. و حضرت عایشه پرسیدند که یا رسول الله، اینا یعنی مراد از این شخص ها کی است؟ آن آدم هایی که زنا میکند و دزدی میکند و عرق مینوشد و بعد از الله تعالی میترسد، اینها همونها هست؟ قال لا یا بنت ابی بکر الصدیق، نه ای دختر ابو بکر صدیق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم خائفون الا يتقبل منهم، بلکه اینها شخصیت های هستند که نماز میگذارند،
روزه می‌دارند، صدقه می‌کنند، لیکن می‌ترسند که مبادا الله از ما قبول نکرده نماند. یعنی در این آیت الله تعالی درباره آن آدم‌های گپ زده است که آنها عمل‌های صالح می‌کردند و از قبول نشدنش می‌ترسیدند. حضرت عایشه فکر کردند که اینا گناه می‌کنند و از الله تعالی می‌ترسند به سبب عملی کردگیشون. بنابراین عملی که کردید باید ترسید که عمل قبول میشد یا نمیشد. حالا چون قبول نشد فایده ندارد برادران. قال ابن کثیر رحمه الله فی تفسیر قوله تعالی والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. در زیر این آیت سوره مومنون آیت 60 در تفسیرش گفتن که ای یعطون العطاء و هم خائفون، خیر میکردیند و میترسیدیند. او یک آدم به قرض میتید و میترسید که گشته میداده باشد یا نمیداده باشد. گفته اینو خیر میکردیم. وقتی که خیر میکنید از بهرش برآمدید الکی. لیکن این وقتی که در راه الله تعالی خیر کی کردید دیگه مکافاتشو باید از الله تعالی گیرید. آنها میکردند و میترسیدند که الله تعالی قبول نکرده نماند. و هم خائفون و جلون الله یتقبل منهم، میترسیدند که الله تعالی قبول نکرده نماند.